بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاده یا بنی اسرائیل خطاب برای ترغیب هست. الله سبحانه و تعالی بنی اسرائیل را با ذکر و با این کلمه که به خاطر این کلمه بسیار خوشحال می شدند، الله تعالی خطاب کرد که ای فرزندان اسرائیل، ای فرزندان الامیر المجاهد، یا ای فرزندان برگزیده خدا، یاد کنید نعمتهایی را که من بر شما انعام داشتم در طول تاریخ. نعمتها شما را بادشاه کردم، شما را امیر کردم، بر شما و بر آبا و اجداد شما نعمتهای فراوانی را من در طول تاریخ کرده ام و آن این که من شما را فضیلت بر عالمیان زمان داده ام. شما مفضلی. عالمیان زمان بین خاطر میگیم که فضیلت آنها بر امت محمد صلی الله علیه و سلم که منصوص از قرآن هست که کنتم خیر امه، برتری لازم نیست. اون انسانهایی که در زمان شما بودن من شما را بر آنها برتری داده ام. این نعمت من را هم خوب یاد کنید و بترسید از روزی که چنان روزیه که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. روز بسیار خطرناک هست. جزا نمیدهد هیچ نفسی از عوض نفس دیگر هیچ چیزی را و همچنین پذیرفته نمی شود از آن نفس شفاعت و نگرفته می شود از آن نفس فدیه و عوض مساوی و نه آن نفس ها نصرت کرده می شوند از طرف کسی دیگر. یهودی ها بسیار خرافاتی شده بودند. می خوانیم در جلو به دسته‌های مختلفی تقسیم شده بودند. یک عده خود را همه که بودن پیغمبر زاده گفت اخه امکان ندارد پیغمبر زادگان را خدا عذاب بده. اگر پیغمبرها محبوب خدا هستند لہذا اولاد پیغمبرها هم محبوب خدا میشن و عذاب بهشون نمیرسه. حتی تا جای رسیده بودن همون مجرمین آنها میگفت لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. آتش جهنم به ما نمیرسد مگر همون چند صباح مشخصی که پدران ما گوساله را پرستش کردن همون مدت، از این بیشتر به ما عذاب داده نمیشه. بین خاطر قرآن عظیم الشان به آنها گفت اونطور که شما میگید نه، لا تجزی نفس عن نفس شیئا. هیچ نفسی از طرف نفس دیگر جزا نمیده. پیغمبر این مکافات جزای اعمال شما را پیغمبر نمیتونه. نه پیغمبری از طرف پیغمبری، نه پیغمبری از طرف مجرمی. هیچ نفسی نمیتواند بره زیر حساب و کتاب برای نفس دیگر. لا تجزی نفس عن نفس. اون روز بسیار خطرناکه. در دنیا سروران گرامی طرق نجات 4 صورت میتوانند بشن. اول این که یکی بدام افتاد کسی دیگر خود را بره به جای او جاگزین کنه، شما به جای این من بازداشت کنید. احتمال دارد نه؟ یکی به عنوان ضامن نفس، وکیل نفس خود را بره فدیه کنه، شما اینو نبرید توی زندان، عوض او من میرم زندان، من در عوض او مجازات کنید. این احتمال دارد در دنیا که کسی خود را برای کسی دیگر فدا کنه. دوم کسی به دام میفته و پارتی را پیدا می کند که برای او شفاعت کنه. با شفاعت و سفارش و پارتی میشه طرف را از بلا نجات دید. حالا مامورها دوست رئیس را گرفتن. رئیس آمد بابا این همون دوست صمیمی ما که ما همیشه در خدمت اید بوده ایم، در صحرا و در سفر
اون رئیس تا جایی که قوت داشته باشد سفارش میکند، اون دیگران را میگه این از رفیقای ما هست، اون فرمانده سربازها را میگه یک سفارشی میکنه، بابا فرمانده گروهان که رفیقه، لحاظ رئیس فاضله میخواد چی بگه؟ رئیس فاضله حرف فرمانده گروهان را حتما در میداد، برندار و فردا این فرمانده گروهان برای اون مشکل میتونه شد، ضعفه اون هم میدانه که چه کار میکنه روزها شبا. بین خاطر سفارش کار انسان را درست میکنه، انسان را از بلا نجات میده. صورت سوم اینه که خود اون انسان مال کثیری به مامورها بده. 10 ماموری نگرفته، بابا به هر ماموری مثلا 10 میلیون میده، میخواید مرا ببرید زندان، من اعدام بکنه، شکنجه بدن، چی میرسه؟ به هر یکی از شما 10 سرباز من 10 میلیون میدم، 100 میلیون قبض شما میدم، شما برید برای خود پول بگیرید، من آزاد. خب این مال، این رشوت میشه که انسان نجات کنه. و امروز گردش دنیا روی رشوت است و نجات، رشوت میدن و خود را در میارن. و صورت چهارم اینه که انسان گرفتار یک قوه و قبیله و جماعتی صاحب قوت و طاقت داشته باشد که فوراً به جای او 10 نفر صاحب زمام را ببرن گروگان و بگن که لحاظا تا نفر ما را شما آزاد نکنید، این 10 تا صاحب پست را کارشون ماسپیغ میگذارند، یا او را بگذارید یا این را تمام میکنید. خب اگر 10 تا موظف گروگان بشه به خاطر یک نفری 100% آزادی میگیرند. چرا انسان ها گروگان گیری میکنند؟ به حق خود برسند. خب این یک نوع نصرتی که اونها به او رسانیده، یا خودشان وارد بشن و جایی که او را محصور دارن خوب دفاع کنن، زد و خورد کنن و اونا بیرون کنن ببرن، میشه نصرت میشه. الله تعالی میگه طرف هیچ کسی شما نصرت نمیشه، نه مجرم از طرف نبی نصرت میشه، نه از طرف ولی نصرت میشه، نه پیغمبر زادگی در را دوام میکنه. روز بسیار خطرناکه. چرا شما اینجا سهل گرفتید؟ همه مرتکب جنایات و خیانت میشید و فکر میکنید که بله ما چون آقا ساده هستیم لحاظ کار ما تمام. الله تعالی میگه نه، روز خطرناکی را ای بنی اسرائیل در پیش دارید. واتقوا یوم، این 4 صفت برای یوم و نفی طرق نجات را الله تعالی فرمود. اونجا نوشته نفی طرق نجات، اول نفسی از نفسی جزا بده، دوم شفاعت، سوم مثلا رشوت، چهارم اون همینه که همه فامیل او، همه لشکر او، همه نظامیان او یک دفعه حمله کنند و او را نجات بدن. الله تعالی میگه طرق اربعه نجات در آنجا نفی هستند، هیچ کسی نمیتواند کسی دیگر را با قوت و شهامت نجات بده. خب الله تعالی بنی اسرائیل را 2 مرتبه خطاب کرد، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. حالا لیستی از نعمتها که بر اینها و بر آبا و اجداد اینها شده، نعمتی که بر آبا و اجداد شده اون نعمت مال اینها. الله تعالی اون لیستی از نعمتها را ذکر میکند، تقریبا 8 نعمت و در میان این نعمتها 2 نقمت و عذاب هم در طول تاریخ بنی اسرائیل چشیده. شما خود را پیغمبر زاده میدانی، بله وقتی شما آبای شما نافرمانی کردن یاد شما هست که کرده و خنازیر شدی، ولی اونها پیغمبر زاده نبودن، اونها قومهای شما بودن، اونها اجداد شما بودن. وقتی تمرد و نافرمانی کردن اونها را من میمون و کرده کردن، انواع اقسام بلا من بر سر آنها آوردم. در میان این نعمتها بر اثر نافرمانی 2 عذاب من دادم. در جلوی موسی کلیم من آبای اجداد شما را عذاب دادم، بردم به کام مرگ و بعد زنده کردم تا شما درس عبرت بگیرید. خب نعمت اول اینه که من شما را نجات دادم، یعنی آبا و اجداد شما را نجات دادم کنار دریا از آل فرعون. اون فرعون آل فرعونی که میچشانیدن شما را بدترین عذاب،
یعنی ذبح میکردن ابنای شما را و زنده میگذاشتن زنان شما را. و در این مشار الیه فی ذالکم، این مشار الیه کم کاف خطاب نیست، این کاف حرفیه، معنی ندارد، این اسم اشاره است. حالا در محکم دو چیز بیان شد، یکی نجات از آل فرعون و یکی تشریح سوء عذاب، قتل ذبح ابنا و استحیاء النساء. لہذا این ذالکم دو مشارله احتمال دارد، پس بلاؤن هم هر دو معنی احتمال دارد. اگر ذالکم مراد نجات باشد، انجا باشد که از نجیناکم فهمیده میشه، تو بلاؤن به معنی انعامون میشه. در این نجات انعامی بود بر از جانب رب شما، انعام هم بسیار بزرگ بود. و اگر فی ذالکم مشار الیش عذاب باشد که ذبح ابنا و استحیاء النساء باشد، پس این به معنی آزمایش میشه. در این ذبح ابنا و استحیاء النساء یک امتحان بسیار بزرگی از جانب رب شما بود. عظیمون در هر حال صفت برای بلاؤن، هم بلاؤن به خاطر به اعتبار مشار الیه ذالکم معنی انعامون را میدن یا معنی آزمایش و ابتلا. خب ذبح ابنا که عذاب هست، این هم مشخص سروران گرامی. لیکن استحیاء دختران را زندگی گذاشت که دختران را با تعبیر از زنان کرد، اشاره شد که این دو تا عذاب بودن، یکی ذبح ابنا و دیگری که دختران را نمی کشتن، اینها پرده زن می شدن و از اینها انواع و اقسام خدمت می گرفتن. لحظا این خودش برای یک انسان با غیرت و با شرافت دختر او بره خانه کافرها برای کلفتی از ذبح ابنا، بلکه استحیاء زنان عذاب شدید دارد. دختر یک انسان با حیا و با ایمان بره برای کلفتی پیش کافرها، او از قتل از ذبح ابنا هم شدیدتره. به این خاطر قرآن عظیم الشان به جای یستحیون بناتکم یستحیون نساءکم میگه، نساء به زنان بالغ میگه، دختران را نساء نمیگه. لیکن وقتی یک دختر بدون سرپرست کلفت این گردن کلفتان گردن کلفت باشد، اون هم حسینه و جمیله مثل دختران بنی اسرائیل، برای اونها عذاب مستقلی الله تعالی نجات بدهد. و در این انعام یا عذاب یک آزمایش بزرگ از جانب رب شما بود. خب این انعام را انعام اول بود. انعام دوم، شما اگر در دریا خود را می انداختید هم می موندید. الله تعالی شما را نجات داد از دریا. موسی کریم اثار زد، 12 راه برای 12 قبیله درست شد، شما را نجات دادید. این یکی از انعامات ما در طول تاریخ. ورنه همه شما و آبا و اجداد و امهات شما توی دریای سرخ می رفتید و از شما دیگه امروز نامی و نشانی در دنیا نبود. این فضل منه، این نعمت من را یاد کنید. هنگامی که ما شکافتیم به سبب شما دریای سرخ را، عموما میگن دریای نیل نیست، دریای سرخ یا بحر قلزم، در عربی قلزمش میگن، در فارسی دریای سرخ هست. از جای این هم میخواستم بگذارن که امروز کانال سوئد را زدن، اونجا خشکی بود، لیکن مسیر حضرت موسی باید خشکی اینجا بود، اینجا افتاد، اینجا دیگه دریا تا اونجا هم فاصله ماند. خاطر این دریا را الله تعالی شکافتی برای حالا این دریای سرخ، این دریای مدیترانه، لحظه از اینجا الان کانال کشیدن، کانال سوئد را زدن. شما اگر نقشه را نگاه کنید، اینها از مصر حرکت کردن به طرف فلسطین برن. خشکی بین مصر و فلسطین همین جایی که امروز کانال سوئد زده شده، کشتی های مثل ماشین ردیف نشنده میدن. لیکن حضرت موسی علیه السلام را خدا آورد اینجا کنار دریا، تا اونجا فاصله شد، مسیر اشتباه کردن، چند کیلومتر فاصله داشت تا اونجا که اینها نمیتونستن برسن. فرعون با اون لشکر مجهز خودش هم رسید، الله تعالی دریا را زنجا شکافت، اینها رفتن بودن. ما وقتی شکافتیم به سبب شما دریای سرخ را، پس نجات دادیم شما را از غرق و غرق کردیم آل فرعون را با فرعون همراه، در حالی که شما نگاه می کردید
شما بچهش نگاه کردید که فرعون دارد بیاد نزدیک بود که بیاد بیرون دریا به راه افتاد همه رفتن زیر آب با تمام اسلحه‌های چاه و با تمام تجهیزات نظامی که آنها با خود همراه داشتند و با تمام امکانات و با تمام لباسهای حربی که به تن داشتند همه را من بردم در شکم دریای سرخ و مایه‌های دریای سرخ را پذیرایی کردم. شما هم باتش نگاه میکردید. اینجا یک نقطه و انتم تنظرون وجوه ثلاثه گرفت که دشمن اول همینه که دشمن انسان را نابود بکنن و انسان نبینه که چه نحوی نابودش کردن گفتن کشتنش. و این هم خوبه که دشمن انسان نابود بشه و انسان نبینه لکه نابود شده. این یک صورت انتقامه. صورت دومینه که جلوی چشم انسان کسی بیاد دشمن ما را گردن بزنه. سومینه که با دست خود انسان بلند بشه دشمن گردن بزنه. بهترین صورت کدومه؟ بهترین صورت سومه. شمشیر به دست انسان، تلاشم به دست انسان دشمن را نابود کنه. الله تعالی بهترین انتقام و صورت انتقام را به امت محمد صلی الله علیه وسلم داد. قوم لوط علیه السلام انتقام گرفت لیکن لوط علیه السلام نظاره نمی‌کرد. شب که رفت به فرمان خدا پشت سر الله تعالی زیر رو کردن. حضرت ندید که این سردمداران کفر و این ائمه کفر صدو چطور سرنگون شدند و چطور نابود شدند. و قوم موسی فرعونی ها را الله تعالی به جلوی چشم موسی علیه السلام و امت مظلوم موسی عذاب داد. و قوم رسول علیه السلام متمردان را در میدان بدر آورد و بلال ستم دیده را گفت که با دست خود سر ابو جهل، همین ابو جهلی که شلاقه های سنگینی را بر پشت شما وارد کرده، شما الان برید سرش ببرید و بیارید. بچه های مظلومه که پدران آنها دردها دیده بودن بر ابو جهل حمله کردن، او را از پادر آوردن و بعد صحابی دیگر رفت پا روی سینهش گذاشت و سرش را از تن جدا کرد و مسجد رسول الله آورد. دشمن 15 سال شما اینه که سرش را جلوی شما آورد. این بهترین صورت انتقامه که مظلومان و ستم دیدگان با دست خود سردمداران شرک مکه را الله تعالی به دربت به دست آنها معذب کرد. خب اینام سوم و اذ وعدنا موسی 40 لیلة، بعد از اینکه گذشتید یک ماه بعد الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام را وعده کرد. بعد از اینکه اینها از دریای سرخ گذشتند و وارث مصر شدند، لحاظ الله تعالی موسی را به طور خواست و وعده کرد که بعد از 30 روز، اول میاد بود که بعد از 30 روز به شما تورات میدیم. 30 روز که گذشت حضرت روزه داشت و مسواک زد که فردا کلام رب العالمین میشه و تورات الله تعالی گفت 10 روز دیگه باید روزه بگیری بدون مسواک زدن من کلام میکنم و به شما تورات دادم. 40 روز تکمیل شد. اول 30 روز بود، بعد 40 روز تکمیل شد. یاد کنید اون زمان که ما وعده دادیم به موسی 40 روز شب بعد موسی را که تورات بیارد، ساموری اینجا گوساله را درست کرد و لحاظا قوم را بدبخت کرد و بودن. همه را گوساله پرست کرد، همه دور بر گوساله نشسته بودن و گوساله وقت صدا می کرد بعد او شروع می کردن به رقصیدن، می رقصیدن. این رقصهایی که امروز بعض جاها پیرها شروع به ذکر میکنند و مرودها شروع به رقص میکنند، این سنت ساموریه. ساموری همه را همینطور رقص میدن. الله تعالی میگه این انعامه که تقاضای این نمک به حرامی شما، یعنی اون گوساله پرستی شما این بود که من شما را از ریشه کن میکردم لیکن من ریشه شما را نکندم، هنوز انعام تورات را هم موقوف نکردم، کتاب آسمانی را هم به شما دادم. این نعمتیه. یاد کنید وقتی من وعده کردم با موسی 40 روز
که تورات بهش عنایت کنم و شما اتخاذ کردی گوساله را اله و معبود بعد از موسی و شما از این اختیار و اتخاذ شما ظالم بودید، از این اختیاری که گوساله را معبود اختیار کردید و از این اتخاذ گوساله را معبود شما ظالم بودید. لیکن باوجود این همه نمک به حرامی و نمک ناشناسی من شما را عفو کردم، عفونا عنکم من بعد ذلك، بعد از این حرکت بسیار بزرگ و ناگوار تا که شما شکرگزار باشید. حالا اشکال وارد میشه که این گوساله پرستان را که همه دستور شد که بکشید. توبه گوساله پرستان این بود که اینها باید بشینن تا آنهایی که گوساله پرستی نکردن همه را گردن بزنن. پس عفو معنیش چیه؟ ما شما را عفو کردیم، این سمه استبعادیه. با این همه حرکت بسیار نادرست ما شما را بخشیدیم. چطور بخشید؟ همه را گردن زدن. گوساله پرستان همه خود را فقتلوا انفسکم بود. چطور عفو؟ یعنی عفو کردیم شما را که بیشکن نکردیم و به جهنم نبردیم. گفتیم خود را بکشید، گوساله پرستان را بکشید تا که آخر توبه آنها همین قتل بود و بهشت بود. عفو این بود که شما را به عذاب دائمی مبتلا نکردیم. اینجا شما را کشتیم و به جنت بردیم. این عفو ما، ورنه بر اثر این حرکت نادرست و گوساله پرستی باید اینجا هم شما را معذب میکردیم، عذاب آسمانی له میکردیم و برای همیشه تو جهنم میبردیم. خب عفو دیگه الان عفو کردیم، گفتیم اینجا تتمه توبه شما اینه که خود را بکشید، توبه شما پذیرفته میشه. اینجا نوشته عفو از استیصال نه از معصیت، ریشه شما را نکردید و معصیت شما را با قتل نفس معاف کردید. انعام چهارم، انعام چهارم اینه که وقتی اینها گوساله را پرستش کردند، تقاضای این گناه بزرگ شرک این بود که به اینها تورات داده نشد. لیکن من خدا انعام کردم و کتاب آسمانی تورات را به شما دادم که برای شما هدایت و فرقانی باشد. و یاد کنید که من دادم به موسی کتاب تورات را و فرقان معجزاتی که فارق بین حق و باطل بودند. یا از تفسیری فرقان تفسیر برای کتاب، اون کتابی که فارق بین حق و باطل بود. حکمت اینی تا شما راه یافته بروید، راه یافته در دنیا باشید، راه را بریابید، در سر راه بروید. معنی تهتدون اینه. و این انعام پنجم، انعام پنجم موسی علیه السلام وقتی برگشت و اینها گوساله را پرستش کرده بودند، الله تعالی اینها را گفت شما ظالمی به خاطر اینکه گوساله را پرستش کردید، اکنون تجویز دوا کرد برای این مریضان شرک. اینها را که ساموری بدبخت کرده بود برای مریضان شرک، الله سبحانه و تعالی گفت شما رجوع کنید و قتل انفس کنید. و اذ قال موسی، و یاد کنون لحظه موسی کلیم فرمود برای قومش ای قوم من انکم ظلمتم انفسکم، شما ظلم کردید، احساس مرض به اینها داد، شما ظلم کردید بر جانهای خود به سبب اینکه شما اتخاذ کردید گوساله را اله و معبود. این بیان مرضه. اول انکم ظلمتم انفسکم احساس مرض، به اتخاذکم العجل الها شما قرار دادید گوساله را معبود. این مرض شمایه، مرض بیان مرض کرد. حالا تجویز دوا می کند. اول احساس مرض بیانها داد که شما ظالمی و مرض شما اتخاذکم العجل الها، شما گوساله را معبود قرار دادید، این مرضه. الان علاجش چیه؟ فتوبوا الی بارئکم، رجوع کنید به طرف خالقتان. به طرف خالق، بارئ به معنی خالق هست و اونجا الخالق البارئ عرض کردم. بارئ خالق را میگن که تمام ناهمواری ها را جبران میکنه، شکستگی ها را جبیره میکنه.
به طرف اون ذاتی که تمام ناهمواری های شما را و ناملایم های شما را و شکستگی های شما را او جبران میکنه. خب تکمیله توبه اینه فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، قتل کنید جانهای خود را. حالا دو صورتن که به آنها دست شد که خود را خودتون قتل کنید، خودکشی کنید، شما گوساله را پرستش کردید. خب این که خود هر انسان خود را بکشه کار آسانی نیست. الله تعالی اونهایی را که گوساله نپرستیدن و با حضرت هارون همکار بودن لذا آنها را دستور داد شما بشینید دو زانو تا آنها شما را گردن بزنند. لذا کشتن پدر گوساله پرستش کرده فرزند برادر، این کشتن خیلی سخت بود. الله تعالی یک تاریکی آورد، اینا توی تاریکی بجان یک دیگر افتادن. بکش 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 و حضرت موسی و هارون بگریان زاری خدای تمام شدن بنی اسرائیل تا تعداد کثیری از این مجرمین کشته شد. بعد خدای عزوجل گفت بس، هر چقدر کشتید بس. تعداد زیادی بودن اینا. الله تعالی میگه توراتی ها شما میگید که ما آقا زاده ایم و عذاب نمیخوریم، پیر زاده ایم، آخون زاده ایم، سیدی به ما عذاب نمیرسد. دیدید پدران شما با وجودی که به یعقوب از شما نزدیکترند، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، شما پدران شما که به یعقوب علیه السلام شما نزدیکتر بودند، وقتی آنها جنایت کردند در دنیا من هم آنها را عذاب دادم. عذاب دنیا این بود که توبه آنها را گفتم خود را بکشید. شوهر بلند بشه زن را و زن بلند بشه شوهرش را بکشه، هر یکی دیگری را بکشد. این بر اثر شرارت شما امروز در خور مردم دادید که بله ما آقازاده ایم، ما سیدیم، لحاظا عذاب نمیشیم. الله تعالی در برابر ما که چون پدران ما پیغمبران لحاظا ما را چطور عذاب میده؟ الله تعالی میگه این پدران شما بودن، اون هم در عصر پاک موسی کلیم الله بودن. وقتی گوساله پرستی کردند و ظالم شدن من آنها را در دنیا گردن زدن، شما را میگذارم شرک بکنید و کفر بکنید. بله آبای شما شرک کردن، گوساله پرستی کردن، اونها هم پیغمبر زاده بودن، در زمان پیغمبر عظیم الشان موسی کلیم بودن، از عذاب من خدا رها نشدن. اینقدر کرم نوازی کردم که در حال کفر اونها را نکشتم، توبهشون دادم و گفتن خاتمه و تتمه توبهش من خود را بکشید. مسئله که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. بله پدران شما شخصیتان بزرگی بودند، از طرف شما نتونستن بیان دفاع کنند. حکم من بر پدران شما اجرا شده، شما کی هستید که من حکم من بر شما اجرا نمیشه؟ شما درست کردید که بله ما آقا زاده ایم، هر کاری هم بکنیم خدا با ما کار نداره. نه اینطور نیست، پارتی بازی نیست. اینجا اگر پیغمبر زاده جنایت کند هم به عذاب دنیا هم به عذاب آخرت مبتلا میشه، کاری نداره. مولوی زاده باشد، آقا زاده باشد، هر که باشد که وقتی جنایت کرد مجازات ده. این تبلیغات صورت کنار بگذاریم. امروز هم همین طوره. یکی میگه من فلان آقا را، فلان غوث را، فلان عبدال را با فلانی من او را میخوانم، فریادش میزنم، مشکل من حله، در دنیا حله، در آخرت حله. این همه خرافاتم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. این همه دلائل به این خاطر است. خب بعد خدا رجوع کرد بر شما، یعنی گناه شما را معاف کرد. انه هو التواب الرحیم هست. خب انعام ششم تورات آمد، زیر بار تورات نرفت. این همه حکمهای گران سنگین کی میتونه عمل بکنه؟ یک چهارم مال را بدید زکات. اگر لباس شما نجس شد اینو باید کیچی کنید، دیگه شستنی نیست که پاک میشه. در این امت خدا آسانی کرده، لباس آلوده را بشویی پاک میشه.
نماز فقط در مسجد، دیگه حق نداری نماز. مردید ماندی بیای مسجد، دیگه جا نماز شما قبول نیست. انواع و اقسام حکمهای خدا بر اینها گذاشته. بی خاطر اینها زیر بار نرفتن، لیتا و لعله کردن. الله سبحانه و تعالی حضرت موسی علیه السلام را گفت، اینا گفت ما نمیدانیم 40 روز خود شما این تورات را نوشته کردید و آوردی یا خدا گفته. مثلا اینه بیایید نمایندگان شما بیان که من ببرن، الله تعالی کلام میکند، اونها میشنون، بیان تایید کنید. 70 نفر نخبه واختار موسی قومه 70 رجلا، 70 مرد حضرت انتخاب کرد، شما باشید همون بهترین بنی اسرائیل را برد جایی که الله تعالی کلام کرد. موسی کلیم علیه السلام شنید، آنها شنیدند، گفتن نه ما چی میدانیم کلام را چی میکنن، خدا را ببینی قبول کنی. دم زمین دهنش باز شد، همه سرنگون مرد. فایده همینه. یا جبرائیل نعره زد یا زمین شکافته شد، همه مردن. حضرت موسی التماس کردن ربا اینا را میکشتی همونجا بهتر بود. ما الان برم این بنی اسرائیل چی بگیم، این سردارا را کجا کردن، این نخبگان قوم را من کجا بردم. التماس کرد حضرت موسی علیه السلام، دعا کرد اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. آخر الله تعالی اینها را زنده کرد و آثار مرگ بر چهره اینا. امروز هم بر چهره این یهودیان لعنتی آثار مرگه. بله ما انقدر گناه کردیم و نافرمانی کرده، الله تعالی همین قوم ذلیل را مسلط کرد. بله اینها بر اثر گناه ما هست. و اذ قتلتم یا موسی لن نؤمن، و اذ قلتم، این انعام ششمه، هنگامی که شما گفتید به موسی علیه السلام خطاب کردید هرگز تصدیق نمی کنیم این کلام الله است تا اینکه ببینی الله را جهرتن یعنی عیانا. پس گرفت شما را یک صاعقه‌ای در حالی که شما نگاه می کردید این بلا می آمد. بله سروران گرامی، اهل سنت عقیده جواز لکار در دنیا و وقوع آن را در آخرت دارند. در دنیا امکان جواز اینها درخواست کردن که ما می ببینیم، باز الله تعالی اینها را با یک صاعقه، با یک نعره جبرئیل یا با شکافتن زمین اینها را همه کشت. و بعد کشته بودن دیگه باید میگویند، الله تعالی میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد ما شما را زنده کردیم بعد از مرگ شما تا که شما شکرگزار باشید. شما را برای شکرگزاری من زنده کردم. حضرت موسی دعا کردن، التماس کردن. خب این در میان نعمت ها نافرمانی و سؤال بیجا، الله تعالی میگه من بعد شما را زنده کردم بعد از مرگ شما تا شما شکرگزار باشید. خب الان جای دیگر ما خواندیم که 2 موتن و 2 حیاتن. پس اینجا می شود یک موت اضافی و یک حیاتی هم اضافی. موت و حیات 4 بودن. مرده بودی زنده شدید، میمیری زنده میشی. در سوره حامی مومن خواندیم امتن اثنتین و احییتن اثنتین، 2 موت به ما دادی، 2 حیاتی دادی، حیاتی دنیا و حیاتی آخرت. به این خاطر الله سبحانه و تعالی همین امروز هم خواندیم کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. پس اینجا یک موت یک حیاتی اضافه شد. مرگ بود بعد زندگی آمد، بعد مرگ بعد زندگی، 3 موت و 3 حیاتی. جواب اینه، قاعده همونه که الله تعالی 2 موت و 2 حیاتی میده. نبودن حد کرده نیست میکنه، 2 مرتبه در قیامت زنده میکنه. این استثناء هست، این از اون قاعده استثناء، چون موت هم این به سکته قلب بود. الله تعالی 2 مرتبه اینها را، این موت تذکری بود، موت حقیقی نبود. در هر قانون استثناء، در هر قانون
استثناءات هست. الله تعالی این همون صورت استثناء و لحاظ قاعده همونه که الله تعالی به اکثر انسان ها دو موت و دو حیاتی داده. و ظللنا علیکم الغمام، این موت به صورت خفه کردن بود. دو مرتبه الله تعالی روح را برگردانی برای این. انعام هفتم، الله تعالی مصر رایگان بینها داد. نوبت فلسطین و بیت المقدس آمد. موسی کلیم الله اینها را برداشت برای جهاد به میدان تیر آمد. اینها آب خواستند، اینها را آب داد. اینها سایه خواستند، ابر بر اینها سایه افکن شد. و برای اینها من و سلوا آماده می آمد. من یک اصلی بود که به صورت برف می آمد. سلوا پرنده‌ای که غالبا همین کرک این می آمد یا به شبیه همین کرک پرنده‌ای می آمد و اینجا که می رسیدن شل می شدن. الله تعالی گفت اندازه نیاز خود بگیرید، بپزید، بخورید، شیر کردید، لحاظا نکشید و سر به سر نگذارید. اندازه نیاز. اینا اونجا خیانت کردن. الله تعالی میگه این انعام منه. یاد کنید وقتی سایه کردم بر شما ابر را در میدان تیر. و انزلنا علیکم المن، و من نازل کردم بر سر شما من را، اون شیره‌ای که به صورت برف می آمد، و سلوا اون پرنده‌ای که برای گوشت پرنده بخورو، من بخور، اصل بخور. همیشه انسان وقت شیرینی میخورد اشتهای گوشت پیدا میشه. گوشت بخوره اشتهای شیرینی پیدا میشه. دو غذای اختیار مقوی الله تعالی میگه من به شما عنایت کردم و دستور دادم که بخورید از پاکیزه هایی که من به شما رزق دادم. این اضافت بیانی از پاکیزه ها، یعنی آنچه من به شما رزق دادم. و ما ظلمونا، بر ما ظلم نکردن لیکن بر خویشتن ظلم کردن. چطور؟ این غذا را معمول بود که ذخیره نکنه، اینها گرفتند و کشتند و سر به سر کردند، صبح بیدار شدند همه بودارند. ظلم کردند که ذخیره کردند. یا ظلم کردند من و سلوا میخوردم، قیاس و عدد خواستند، ماش و عدد طلب کردند. این همین ظلم آنها بود که اینها این ظلم را انجام دادند. در حقیقت این ظلم را با من خدا نکردند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بر خویشتن ظلم کردند. هر انسان سروران گرامی در دنیا سه محل زندگی دارد. یک محل زندگی صحرا، بعد محل زندگی روستا، بعد محل زندگی شهر. انسان هم دو نوع ترقی دارد. یک ترقی جسمانی دارد و یک ترقی روحانی. بهترین موضع ترقی جسمانی صحرا. در بیابان جسم انسان خوب ترقی میکند چون همه ورزش و بیابان و آب و هوای تمیزه. این ترقی جسمانی صحرا است. انسان صحرانشین و بیابانی خیلی قویه. این شما سایه نشینان اگر یک روزی برید صبح تا ظهر بگردید، بعد از ظهر چهره شما نگاه کردنی نمیشه، سیاه میشید، میپذید. لیکن اون انسانی که دائم در صحرا هست او برای هوش تأثیری نداره، صبح تا ظهر بیابان میگرده. لحظه ترقی جسمانی اول صحرا هست، بعد روستای، چون روستایی کار میکنه. همه روستایی ها قوی هست، صبح تا ظهر کار میکنن، نه فشار خون دارن نه کثیفی خون دارن. امروز این شهرنشین ها همهشون چربی خون، غم. بابا علاج چربی خون و علاج غم کار است. کار کنی. روستایی همه کار میکنن. خلاصه ترقی جسمانی اول صحرا، بعد روستا، بعد شهر. شهری فقط همین چربی و نازکی شد دیگه هیچ دردی نمیخوره. همه شهرنشینه ها به مرض قند و به چربی خون مبتلا.
دکترها میگن غیر از ورزش مولوی صاحب دیگه علاجی نداره. صبح تا ظهر ورزش برو بالای کوها بیا پایین تا به صورت عرق تمام این آبهای درون بدن تو بیاد بیرون. ورزش کارگر ورزش میکند این تمام امراض به صورت عرق میاد بیرون. آبهای اضافی این همه غذای بخور بالای غذا گذاشته شده از دیگه بس مرض. خود ترقی جسمانی انسان اول از صحرا شروع میشه، بعد بیاید به روستا، بعد به شهر. ترقی روحانی انسان علمی خب اول مردم شهر دارای علم و تمدن، بعد روستای ها، بعد نوبت به صحرا میرسه. این خاطر این بنی اسرائیل در تمام میادین ناکام شدند. ناکامی یهود در زندگی بدوی و فیه قریه نبود، یک میدانی، یک اتاقی تا 40 سال اینها نداشت. اینها نافرمانی کردن، در یک میدان زندگی کردن. در یک میدانی بودن که به موسی کلیم گفتن فاذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. در آنجا هم ناکام شدن، خوردن من و سلوا و لحاظا این ناکامی آنها در زندگی بدوی بود. از قلنا ادخلوا هذه القرية بیان ناکامی یهود در زندگی قروی و روستایی. مقدمه عذاب اول تا اینجا ما 6 نعمتی که بر آنها شده بود 7 و ظللنا علیکم الغمام. یک نعمتی دیگره، یک نقمتی، مقدمه نقمت. الله تعالی گفت بری در مصر، ببخشید بری در این قریه، براد از این قریه بیت المقدس، در حال سجده بری، با زبان حدتون بگی نغفر لکم خطایاکم و لحاظا وارد بشید. اینها وقتی وارد شدن بعد از 40 سال، تا 40 سال که اینها را خدا تبعید کرد، وقتی به موسی جواب ناجوان مردانه دادن که فاذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، الله تعالی فرمود یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال اینجا باید حیران بمانی. این فلسفه تبعیدی چی بود؟ 40 سال حیرانی در میدان تی که در همین میدان تی حضرت هارون علیه السلام وفات کرده، حضرت موسی کلیم وفات کرده. 8 سال قبل از وفات موسی علیه السلام هارون علیه السلام از دنیا رحلت کردند و رفتند. حضرت موسی علیه السلام رفتند، وقتی از جهاد عقب نشینی کردند. حضرت موسی علیه السلام میاد در سوره مائده، میاد در سوره مائده هست که حضرت فرمودند ربا من اختیار خودم و برادرم دارم، اگر دستور بدی ما دوتایی میریم برای جهاد. الله تعالی 2 نفر را دستور برای جهاد نداد. چرا اینها را تبعید کرد 40 سال؟ به خاطر این که همه اونهایی که سنشون از 20 سال به بالا بود، همه اون پیرمردها که سالهای سال غلامی و نوکری در جلوی فرعونی ها کرده بودن، حریت نداشتن، غیرتشون پس بود. طبع اینها عادت کرده بود برای غلامی و بردگی. این خاطر این غلام ها، این طبیعت هایی که طبع غلامی و بردگی در اینها میخ شده بود و این کوبیده شده بود، دیگه عادت کرده بودن که آقا کنند و زیر دست بمانند. الله تعالی اینها را همه کشت در میدان تی. همون هایی که سنشون به 20 سال نرسیده بود و بعد در همین میدان تی زاد و ولد کردن، نوجوان های حریت پسند، هیچ غلامی نکرده بودن. اینها تونستن در برابر اون امالکه‌ای که بر بیت المقدس تسلط داشتن بجنگن. بعد از 40 سال به زمانداری پیغمبر دیگر یوشع یا کالب یا هر دوتا رفتند و با اون فراینی که اونجا مسلط بر بیت المقدس بودن جنگیدن و خدا به آنها آزادی داد. لیکن اینها در این میدان هم ناکام شدند. الله تعالی 2 دستور به اینها داده بود که در حال سجده داخل بشید و معذرت خواهی با زبان بگید حتتون. اینها برعکس کردند، به جای اینکه سجده کنن روی 2 راه رفتن و به جایی که حتتون بگن
ای مسئلتنا حتتون، درخواست ما آمرزش گناهه. اینها گفتن 40 ساله که نان جو نخورده ایم، نه نانی دیده ایم نه جایی دیده ایم. لحظه گفته حنتتون فی شعرتن، گندم و جو. این همش در مصر گندم و جو خورده بودن. جو هم باشد که پوستکنده و گندم هم پوستکنده، پلو درست میشه و غذای نرم و شیرین و سوپ درست میشه. اینها به جای هنتتون گفتن. یاد کنید بیان مقدمه عذاب اول، ناکامی یهود در زندگی کردی و روستایی. ما گفتیم داخل بشید در این شهر، معروف از این شهر بیت المقدس است، جمهور هم همین عقیده دارد، این چیزها نوشته شده. و گفتیم بخورید از این شهر حیث شیطان هر کجا دل شما خواست رغدن بگشادگی. لیکن شکر بدن این شما اینه که داخل بشید در باب شهر یا باب مسجد در حال که شما سجده کننده باشید، در حال انکساری تواضع بدید داخل بشید. وقتی به در مسجد رسیدید کفش بکشید و 2 رکعت نماز هم بخوانید. اینها برعکس کردن. و با زبان بگویید، این شکر زبانی، سجده شکر بدنی. و شکر زبانی اینه که حتتون بگید، یعنی مسئلت ما آمرزش گناه. این 2 عمل را انجام بدید، نغفر لکم خطایاکم، ما گناه شما را میبخشیم، تمام گناهان شما را میبخشیم. و اضافه هم میدیم به نیکوکاران آنهایی که از صمیم قلب نیکی میکنن، محسنین. عناد بنی اسرائیل عوض کرد آنهایی که ظالم بودن سخنی غیر آنچه که به آنها گفته شده بود. اون سخنی که به آنها گفته شده بود حتتون بگید، یعنی درخواست ما آمرزش گناه هست. اینها حتتون اشارتن گفتن، سجده کنید. اینها روی دوبرها رفتن. یذهبون علی استاره، و به جای حتتون اشارتن گفتن. چنان در نسائی و ابو داود همینطور ذکر شده. خب ما نازل کردیم بر سر اینها، این ناکامی آنها در کریه بود. ما بر سر اینها که ظالم بودن به جای نعمت نکمت رجز من السماء بما كانوا يفسقون. رجز به معنی عذاب سخت، عذاب سختی ما بر سر اینها نازل کردیم از آسمان. یک وبا اینها را گرفت که در یک روز 70,000 مرد. وقتی خدا را نافرمانی کرده وارد شهر شدند و نافرمانی کرده، الله تعالی میگه من یک عذاب از آسمان بر اینها نازل کردم، وبایی بر سر اینها نازل کردیم، اینها را همه از پا در آورد. پس نازل کردیم بر سر آنهایی که ظالم بودن به خاطر این ظلم یک عذاب سنگین از آسمان به ما کانوا یفسقون، به سبب اون فسق مستمری. یک فسقونه که به جهاد نرفته در میدان دین، 40 سال اونجا اینها را ذلیل و خوار نگاه داشتن. بعد وقتی فاتحانه وارد شدن نافرمانی کرده، حکم خدا را نقض کردن، نماز روزه نبود، تاق و تاز و بخور و بتاز. الله تعالی میگه از آسمان عذاب بر اینها نازل کرد. چطور شما میگید که ما پیغمبر زاده ایم ولی عذاب نمیشیم؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. من در طول تاریخ پدران شما که همه پیغمبر زاده بودن، وقتی نافرمانی کرده من عذابشون دادم. من میگم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یأخذ منها عدل ولا هم ینصرون. حرف من حقه. شما همه تبلیغات سو کرده، چون شما با اولیاء نسبت دارید عذابی نیست. همینطور امروز ما مردم تبلیغ کردیم. شما دیدی یکی نه از اینها ناراحت میشه که خب برای ما عذابه؟ هله ما چون میخوانیم، چون آقا ساده ای، چون با اولیاء نسبت داری، عذاب یعنی چیه؟ آمال میکنن مثل بوش و توقع دارن مثل چی بگیم؟ توقعهای بسیار بسیار بزرگ. شراب میخورن، نماز نمیخوانن، روزه نمیگیرن، حج نمیکنن، زکات نمیدن، نعوذ بالله لختن تو هر جایی، دست این باوه، دست او باوه. ها؟ ساکشون مثل خانم بوش تا اینجا لخته.
و بعد هم میگن که جنت هم مال ماه. ها همین طوره. الله تعالی تاریخ بنی اسرائیل رو چرا داره به خطاب کرد 2 مرتبه یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. او پیغمبر زاده ها هوش کنید، کجا دارید میرید؟ اعمال فرائض انجام میدید و توقع بهشتی هم دارید؟ در طول تاریخ آبای شما وقت نافرمانی کردن، تمرد کردن، من به انواع و اقسام عذابها مبتلاشون کردم. حالا چطور برای شما قانونی من عوض شده؟ اونها که به اسرائیل نزدیکتر بودن، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، و بر ظالمین ما رجز نازل کردیم. اونها که ظلم کردن، ما گفتیم سجده کنین، سجده نکردن. ما گفتیم معذرت خواهی کنین، حتتون بگی، درخواست ما آمرزش گناه، معذرت خواهی کنین. پدران شما برعکس کردن، من عذابشون دادم، شما رو میگذارم. امروز عجیب توقع مردم دارن، همه اعمالهایی میکنن که بوشم ننگش میاد و شرمش میاد، و باز هم توقعهای بسیار بزرگ. جنت مال اینهای درست کرده، کلیددار جنت. میگه حساب و کتاب جنت به دست حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. حسابدار جنت حضرت علی را معرفی کرده. اختیاردار جنتش کرده. پس هر کس که بگه یا علی کارش تمامه. این خدا یکی بیچاره نماز هم بخوانه، روزه هم بگیره، جهاد هم بکنه، ذکر هم بکنه، تلاوت قرآن هم بکنه، بله نگه یا علی، دیگه او بری مجازات بشه ابدا تو جهنم. این آقا همه کارها را که خدا گفته انجام بده انجام نده، بله چون که گفتی یا علی، الله تعالی میگه چون علی دوست منه، چون تو گفتی یا علی دیگه کارت تمام. هرگز اینطور نیست دیگه. من خودش مظلومه، گاهی تناب به گلوش هست، گاهی نمیدانم سرش از سنجدایه، گاهی خنجر میخوره، گاهی حقش تلفه و گلوش را استخوان گرفته و الان همه اختیاردار دنیاشه. خود بچه هایش را یکی بعد از دیگری از ته شمشیر دشمنان گذرانیدن، او هیچی نکرد، الان آمده پارتی شده. چه اذهان خرافاتی انسان ها برای خودشون درست کردن. اینها دیدن که بله اونها امامی دارن، بیا ما غوثی پیدا کنیم برای ناره یا غوث آزم. غوث همیه الله تعالی گفته غوث را صدا بزنید یا بیاید معذرت خواهی کنید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. حضرت صدیق اکبر پیغمبر دعای خواستن، بگو ابو بکر انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. همینه، حدتونه. من بر جان خودم ظلم کردم، ظلم کثیر، ولا یغفر الذنوب الا انت. ربا توی مغفرت بفرما. لا یغفر الذنوب الا انت. نبی مغفرت میخواهد، ولی مغفرت میخواهد. آموزش پیغمبر اینه که همه بیای معذرت خواهی کنی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. خار اله بارهای سنگین یهود و نصارا را بر ما نگذار که نتوانیم از عهده آن بلند بشیم. همه انبیا تضرع کردن، زاری کردن، اولیاء تضرع زاری کردن، شما فقط یک مرتبه گفتی یا غوث، کار شما تمامه. عجیب تبلیغاته. این انسان ها کدوم راه میبرن؟ ببینید قرآن با انسان ها حرف زده یا با بت ها حرف زده؟ بنی اسرائیل بت بودن، مخاطب اول قرآن صحیح خدا نقشه را میکشه. دیدید اینا چه ظلمی کردن؟ سجده نکردن،
حتتون نگفتن. الله تعالی میگه فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء بما كانوا یفسقون. باز انعام هشتم، در میدان تیه تشنه شدند، از موسی آب خواستند که موسی الان تشنه آب نیست، بچه ها تشنه‌اند. الله تعالی میگه یک سنگ خوش 12 چشمه برش مستنصب کردن. موسی را گفتیم بزن اثار به این سنگ. ببین این سنگ مثل همین میز چارگوشی بود. یک ضربه که زد 3 چشمه از اینجا تا دور دار را میره. 3 چشمه از اینجا، 3 چشمه هم از این جانب، 3 چشمه از اون جانب. سنگ 4 گوشه، از هر گوشه 3 چشمه فواره میزنه. اینها اینقدر از نظر ذهنی افت داشتن، از یک چشمه آب نخوردن. این مال یوسفی ها، این مال بنیامینی ها، این مال یهودی ها. حضرت یعقوب 12 فرزند از 12 قبیله شده بودن، از یک چشمه آب نمیخوردن. هر قبیله چشمه چدا بخورید و برید برای جهاد. آب خوردن برای جهاد نرفتن، من و سلوا خوردن برای جهاد نرفتن. ابر بر آنها سایه افته، وقت آفتاب تپید نه اینجا جنگلی، یک صحرایی، یک بیابان صافیه. الله سبحانه و تعالی میگه ابر بر اینها سایه کرد. 40 سال که اینها اینجا تبیدی کشیدن، نه لباس آنها کهنه شد و فرسوده شد و نه چرکی شد. اتوماتیک لباس اینها بلند میشد. بچه بزرگ میشد لباسش هم بزرگ میشد. بله کسی را که تبیید میکنه لباس میده نه؟ خدا که در یک میدان اینها را تبیید کرده، من و سلوا لباس همه چیز میده. بوش تبییدی های خود را نان نمیده؟ در جزیره برده تبیید کرده تو پنجره ها نان هم میده. همه این بوشه ها میبرن تو سلولا، 3 موقع بیاره تقدیم میکنن نان، بیا بخور. خدای دیگه طبیعی خود را نان هم میده، لباس هم میده، آب هم میده، سایه هم میکنه. یاد کنید اون لحظه را که طلب کردن از موسی، حال طلب کرد موسی کلیم برای قوم خودش آب. ما دستور دادیم بزن عصای مبارک را به این سنگ. این چه سنگی بود؟ بعضی میگه سنگ خاصی بود، علیه بله لحاظ کار نداریم، یک سنگیه. بعضی میگه نه اون سنگی بود که لباسهای موسی را برداشت و فرار کرد. سنگ مخصوصی حضرت موسی اینه حمل میکرد با خودش. هم سبک بود، این 4 گوشی بود. مگر محققین میگه ول اسلم تفیض علمی الی الله تعالی. این که چه سنگی علمش به خدا تفیض بشه. سنگی را ما گفتیم بزنین سنگ را، پس حضرت موسی فوراً حکم خدا را اجرا کرد، زد عصای به سنگ، فانفجرت من حسنتا عشرة عینا. بعضی مردم میگن کرامت ولی، معجزه پیغمبر. بله سروران گرامی، کرامت ولی حق در اختیار ولی نیست. معجزه پیغمبر حق لیکن در اختیار پیغمبر نیست. معجزه چیه؟ معجزه اون عمل خارق عادت را میگه، عادتا انجام نمیگیره، فوق العاده، فوق العاده. کرامت هم همین چیزه. اگر این خارق عادت به دست مدعی نبوت صادر بشه او را میگه معجزه، و اگر به دست یک صاحب علم و عمل ظاهر بشه او مدعی نبوت نیست، اینه میگن کرامت. و اگر این خارق عادت از دست یک کافر ظاهر بشه، خارق عادت میپره، دم میکنه، سالم میشه، اینه میگه استدراج. چیه؟ استدراج یعنی چه؟ مهاری نشل کرده که کمی بخوره و بگرده. میگه یک هندویی بود در هندوستان، این میپرید جلوی مردم پرواز بال میکرد، مسئله بزرگی نه، میپرید و مسلمان ها را به اصطلاح به مبارزه خواند. مبارزه طلبی داشت که اگر شما مسلمان ها میگید
که دین شما حقه و کتاب شما آسمانیه، بیایید بپرید. عالم وقتی را که یک عالم ربانی بود گفت بیا هندوی تمام مسلمان ها را میخواد مرتد کنه، او میپرد و مسلمان ها را میگه که دین شما و کتاب شما حق است، بیایید بپرید. اون عالمی هم خدایی و ربانی بود، گفت خوبه بیان فردا میایید برای پریدن، برای بال کردن. الان هرچی دروغه هایی از قسمت های گوشه و کنار شهر به گوش انسان میرسه، نانی میره، نان پول میاره، نمیدانم پوسیده، یارت چه داستان های عجیب و غریب گاهی نقل میکنن. این عالم ربانی را اونم آمد به موقع شروع کرد و پریدن. این عالم هم دو تا کفش خود را از پادر آورد و پرتاب کرد. این کفش ها بالاتر از دور رفتن و بهترش میکوبید. خب آمد پایین، باز گفت تو خودت پریدی، کفش ما هم از تو بالاتر پرید. بله این صاحب کرامت یک مسلمان خدا بخواد دین خود را حفاظت کنه. اون آوردن پایین، بعد گفت خوبه تو چه کار کردی که برای پریدن خدا به تو این به اصطلاح قدرت را داده که تو میپری؟ اون علم و اون کاری که تو کردی و قدرت بر پریدن پیدا کرده برای من بود. و دیگه دید من مغلوب شدم، کفش این مسلمان مرا آورد پایین و از من بالاتر پرید. گفت من در زندگی خلاف نفس کردم، هرچی نفس من خواسته من خلاف او کردم. این عالم ربانی، بله سروران گرامی، این دین در دنیا همینطوری حامیانی داشته، در دنیا مانده. گفت خب تو قانون تمینه که خلاف نفس میکنی؟ گفت بله. گفت من از تو میگم نفس تو اسلام و قرآن را میخواهد؟ گفت نه. گفت چرا خلافش نمیکنی؟ خلاف نفس کن، تو چرا نقض قانون میکنی؟ خودت گفتی من خلاف نفس میکنم، حالا تو میگی نفس من قرآن و اسلام نمیخواهد. تو خلاف کن، قرآن را بپذیر، کتاب رب العالمین محمد رسول الله بپذیر، رسول خدا. این سروران گرامی، او مشرف اسلام شد و یک جمع کثیری داخل اسلام شد در اون بیاد. در طول تاریخ خدا نصرت‌های گوناگون دین اسلام را کرده. کرامت این به خاطر استدراج گفتم. اگر یک خارق عادتی را کافری انجام بده، مخالف قرآن، مخالف سنت، مخالف دین، یک مسائل خارق عادتی انجام بده، این استدراج. و معجزه پیغمبر و کرامت ولی در قبضه پیغمبر هم نیست، در قبضه ولی هم نیست. ببین موسی علیه السلام طلب کرد برای قومش آب، از کی طلب کرد؟ از الله طلب کرد. از استسقا موسی لقومه قال لها آب بده، تشنن بنی اسرائیل، زنان تشنن، بچه ها تشنن. الله تعالی میگه ما به موسی دستور دادیم که عصا را بزن. کار موسی ضرب عصا، کار موسی او 12 چشمه جاری شدن از یک سنگ، این کار رب العالمینه. کار موسی ما گفتیم وضرب عصاک البحر، دریا را بزن، یک ضربه زد 12 راه درست شد. کار موسی زدنه، آب راست دیسته کار خدا، بر سنگ خارا زدن کار موسی، 12 چشمه جاری شدن کار کیه؟ فانفجرت من حسرتا، از این سنگ 12 چشمه جاری شد. پس جاری کننده کیه؟ این آبها خود به خود جاری هستند یا خدا اینها را جاری کرده؟ همه دریاها در دنیا جاری هستند، نهرها جاری هستند، جوها جاری هستند. این
این آب بدین دست و پارا و این مایه را کی قدرت داده که راه بره؟ فشار بیاید بالای 12 طبق، بالای 140 طبق، این آب میره بالا. کی میبره آب را بالا؟ اللہ تعالی میبره. از کجای افغانستان هیلمند حرکت میکنه به زابل میاد و چهنه مرا پر میکنه. اینا خواستن که یک قطره به زاهدان بیارن، دیگه اصلا تعجبا اینقدر جا زدن حالا هم آوردن تو حوضی سبز و زرد و گوداره. زاهدانی هنوز آسمان نگاه میکنن، بله خوشحالن که در زاهدان آب آمده چهنه من. یکی را یک قطره میده، همون قطر طولش میگیره. الله سبحانه و تعالی رایگان کوههای هیلمند را و کوههای سر به آسمان کشیده، هندوکش پر از برف و آب کرده و مفت سرازیر، نه پمپی میخواهد نه بادی میخواهد، آج سرازیر میآید. وقتی که میآید با فشار سیستانی ها هول میکنن که دیگه همه ما را زیر سیل میگن. قدرت رب العالمین هست. جاری کننده نهرها کیه؟ از این یک سنگ 12 چشمه آب زلال معدنی سرازیر کی کرد؟ خار موسی داره. بله اون هم به حکم خدا. معجزه را ظاهر کننده الله هست، به دست صاحب عزتی بود. مگه اینها فهمیده؟ مگه این معجزات موسی را شب و روز دیدن؟ چقدر معجزه اینها از موسی دیدن؟ زیاد یا کم؟ این همه معجزات را از موسی دیدن، لیکن صلاحیت هدایت از اینها سلب بود. اینها خوب نشدن. با چشم میبینه از یک سنگی 12 چشم فواره میزنه. مگه اینها در همین سر آب حضرت موسی را جواب منفی ندادن در جهاد فاذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون؟ حضرت فرمود وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، من رسول خدا هستم، چرا نافرمانی میکنید؟ الله تعالی میگه فلما ذاقوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی اونها انحراف کردن، فلما ذاقوا انحراف کردن تو ازاغ الله قلوبهم، الله دل آنها را منحرف کرد. چنان حکمت تعدد و تفاوتیون، چون که قبیله 12 بودن، قد علم کل اناس مشربهم، هر یکی از این انسان ها قبایل ها محل شرب خود را میدانند. یعنی معلوم میشه که الله تعالی همینطور برای آنها مشخص کرد، مکتوب کرد که این نهر شما، 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 هر یکی نهرش را میشناسد. این تقسیم را حضرت موسی کلیم کرد یا خدا با یک قدرت به اینها تفهیم کرد؟ هر یکی از اینها میدانست محل شربش را. الله تعالی اعلان کرد کلوا بخورید من و سلوا واشربوا و نوش کنید من رزق الله. من و سلوا بخورید، آب زلال بخورید، لیکن ببینید قوت نیکی نداری بد. از شما که توقع نیکی نیست فساد نکنید. کلوا واشربوا من رزق الله لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد نکنید در زمین. نیکی که نمیتوانید بکنید فساد نکنید. همینه میگه قوت نیکی نداری بد مکن. از شما که توقع نیست نیکی، خلاصه این که امید خوبی نیست، بد نکنید. این لا تعثوا به معنی لا تفسدوا هست، چون مفسدین آمده است اینجا تجرید میکنید یا حال مؤکد اعلام میکنید. فساد نکنید در زمین در حالی که شما مفسدان باشید، مفسد باشید، فساد کننده باشید. حالا بعد از این نعمتها در زندگی شهری ناکامی بنی اسرائیل بیان شده. خب میخورن من، میخورن سلوا، می نوشن آب زلال، دیگه هیچ نیازی ندارد. آمده پیش موسی
همش من و سلوا، گوشت و عسل. خسته شدیم. لحاظا چی میخوای؟ خیار سبز، عدس میخوای، ماش میخوای، پیاز میخوای، سیر میخوای. اما این سالهای سال دهقانی کردن برای فرائض. کار دهقان خوردن پیاز، سیره، عدس و ماشه. حالا که مثل آقا نشستن من و سلوای پخته شده حاضر پیش اینها میاد، اینها دیگه میخواهند چیزهایی که دهقانی کردن. الله تعالی گفت نمک به حرامه. این چیزها در شهر هست. اینجا میدان تیه، من و سلوای آب زلال. اگر خیار میخواهید و مرد باشید برید وارد بشید در فلسطین که همه مزرعه خیار امالکه در اختیارش باشه. همه مزرعه های سرشار فلسطین، باغها، ترا و پیاز و همه چیز را امالکه کشت کردن، برید تحویل بگیرید. اونها کشتند و کاشتند و حالا موقع برداشت محصول شما وارد بشی به شما میدن. اینجا من و سلوای، اینجا دیگه پیاز چه اینی خیلی پیازی باشه. این دیگه نکمت و ناکامی در زندگی شهری. هنگامی که گفت شما ای موسی نمیتونی صبر کنیم بر یک نوع طعام که دو بودن لیکن دو نوع، یک نوع صبر میشه. صبح هم من سلوا، ظهر هم من سلوا، شام هم من سلوا، ما نمیتونیم. لذا همه وقتی هر قومی که مفت بخوره، مفت خور هیچ وقت زیر بار نمیره. مصر مفت خدا به اینها داده، من و سلوا و آب. اگر خدا میگو بیایید اینجا خفاری کنید که من برای شما آبی در میارم، کم از کم 10 متر چایی بزنید آب در میاد. الله تعالی نگفت که 10 متر چای هم بزنید با یک ضربه عصا 12 چشمه فواره میزنه. به صورت فواره آبشاری آب میاد بیرون. برید دهن سخت کنید و بخورید و غسل کنید و بشوید و من و سلوا که بخورند و انرژیشون هم زیاده بچه تولید کنید. گفتن فدعو لنا ربک، بخوان درخواست کن برای ما از ربت، یخرج لنا. هیچ پیغمبری نگفته من میکنم، همه چیز را خدا میکنن. و این بنی اسرائیل موسی را میگن تو دعاگوی ما باش، ربت این همه کارها را میکنه. موسی علیه السلام این آبا را رب خالی کرده، من و سلوا رب میده، از دریا رب شما را نجات داده، من هیچ کاری نکرد. هیچ نبیده خودش چیزی را نسبت نداده و نمیده، همه چیز را از رب میدانه. توحیدشون خوبه. میگه تو دعا کن تا رب برای این وسیله. اینها هم وسیله گرفتن، دعای موسی وسیله، دعا کن. این وسیله رایگان چرا؟ این همه مصر، این همه فلسطین پر از پیاز، عسل، ماش، دیگران کاشتن، شما مرد باشید برید بخورید. حضرت موسی کلیم را میگه ادعو لنا ربک، چه؟ رب چیکار کنه؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، بیرون کند رب برای ما از آن چیزهایی که زمین سبز میکنه. چی؟ من بقلها، سبزیجات. گوشت خورده، من و سلوا خورده، حالا ترا و پیاز چه میخواد؟ ترب چه میخواد؟ من بقلها، قصایها، خیار سبز و چنبر باشه. فومها را به معنای گندم هم کردن و به معنای تره هم کردن. سیر نبوی بدی میده. و عدس هم باشه و بسلها، پیاز هم باشه. این چیزها را زمین سبز میکنه. تو دعا کن تا رب
از آن چیزهایی که زمین سبز می کند برای ما بیدار کند. اول حضرت موسی انکار از دعا کرد، گفت نامرادها میخورید من و سلوا، نه شکم شما باد میکند نه دهن شما بو میده. سیر میخورید دهن شما هم بو میده و شکم شما هم بو میده. و عدس و ماش هم میخورید که شکم شما باد میکنه. اینها تولید کننده ریه، حبوبات عموما باد تولید میکنه. شما نعمت ارزنده خدا را که من و سلوا میخواهید عوض کنید برای شیء بوداری. اتستبدلون الذی، طلب تعویض داری میکنید آن چیز را که او ادنا است به مقابل آن چیزی که خیر. گوشت کبد میخورید و کبوتر و کرک و حالا شما میخواهید این استبدال کنید؟ عجیب انسانی، نادانها. همه بیاد شب، همه بیاد سیر و همه بیاد عدس، گوشت و من و سلوا از دست شما بره. عجیب انسانهایی هستید. بعد اگر نمیپذیرید برای اجابت دعا میخواهید، الله تعالی گفت اینجا دیگه اینا نیست، مرد باشید برید فلسطین، همه امالک پیاز هم کشت کردن، خیار هم کشت کردن، پالیزی هم درست کردن، اونجا بری بخورید. اهبتو مصر، وارد یکی از شهرهای دنیا بشید، بیت المقدس بشید یا کنار بیت المقدس، فإن لکم ما سألتم، برای شما آنچه که شما میخواهید. تمام شهرنشینان کارشون کشت پیاز و سیر و خیار و این چیزهاست. اینجا چیزی نیست. اهبتو مصر، اگر نمیپذیرید تعویض میخواهید وارد بشید یک طریقی از شهرهای دنیا. مصر نکره هست، مصر معرفه هست، این نکره. در یکی از شهرهای دنیا برید تو فإن لکم ما سألتم، بدون دعا و بدون التماس همه مزرعه ها هستند برای شما، بدون دعای کسی برای شما میرسند. پس برای من که اصلا جایز نیست که من دعا کنم فلا یلیک لی ان ادعو لتنزیلکم، برای چیزی که از شما نعمت پایینتری را بخوام، نعمت اعلی را بگم خدا بردار و پایینی بدم، من که اصلا نمیشه دعا کنم. هر شهری برفتید شما اونجا دارید، پالیز هست، خیار هست، تره هست، پیاز هست، ماش و عدس هست. به این خاطر که اینها نافرمانی کردن، نمک به حرامی کردن، ضربت علیهم الذلة، مهر کرده شده از بر سر آنها ذلت، خواری، مسکنت، بی‌عزتی. ذلت در نظر مردم ذلیل، همین یهودی هر چی باشد در نظر مردم عزت نداره. امروز در انظار تمام مسلمان ها و حتی کافرها اینها ذلیل. او مسکنت، خواری، بی‌عزتی، مسکنت، بی‌عزت هم در عزم و اراده، عزم و اراده هم بزرگی نداره. الله تعالی گفته این ذلت و این مسکنت به دو صورت از یهود جدا میشه، یکی به حبل الله، یکی به حبل الناس. امروز همه اینها به حبل نصارا چسبیده. این نصارا هست و این آمریکایی های لعنتی هستند و این نصارای بی غیرت انگلیس هستند که یهود را تقویت میکنند. ورنه ذلت و مسکنت بر اینها مهر شده است. یهودی هر چقدر سرمایه دار باشد احساس ناداری میکنه، احساس فقیری میکنه. خدا گفته دو صورتن، یکی به حبل من الله، بیایی توی ایمان، یا حبل من الناس. امروز اینها به حبل من الناس دارن و باءوا بغضب من الله، اینها رجوع کردن با یک غضبی از جانب خدا. این غضب، این ذلت و مسکنت برای چی به اینها رسید؟ آقا اینا پیغمبر دادن، ذلت و مسکنت بر اینها مهر شده
و اینها برگشتند و رجوع کردند با یک غضبی پیش خدا میان با او رجعوا الی الله بغضب من الله. غضب خدا بر این پیغمبر زاده ها شده، مغضوب علیهم برای چی؟ غضب خدا بر اینها. الله تعالی سبب ذکر میکند، علت ذکر میکند. این غضب و این ذلت و مسکنت به سبب این هست که اینها کفر به آیات الله کردند، آیات الهی را انکار کردند، دستورات الهی را انکار کردند. چرا دستور الهی را انکار کردند؟ و یقتلون النبیین بغیر الحق، و دیگه قتل کردند انبیاء علیهم السلام را بدون حق. خود آنها میدانستند که ما ناحق داری نمیکشیم، هیچ گناهی نکردیم داری میکشیم، جرمش چیه که ما میکشیم؟ خود آنها اعتقاد داشتند که قتل نبی را بغیر حق بکنند. 43 نبی یک روز اینها کشتند، 43 نبی در یک روز کشتند. حامیان این نبی ها بعد از ظهر 300 و خورده حامی نبی کشتند. صبح نبی ها را کشتند، بعد از ظهر حمایت کنندگان آنها را کشتند. و باز فرمود ذالک، این قتل انبیاء و کفر آیات برای چی؟ این قتل انبیاء و کفر به آیات الله به سبب اینکه آنها نافرمان بودند، نه از آیات الهی اطاعت کردند و نه از نبیین اطاعت کردند. لہذا هم آیات الهی را انکار کردند و هم انبیاء را قتل کردند. چرا؟ که اینها عصیان داشتند، نافرمان بودند. آیات الهی را نافرمانی کردند، کافر شدند. انبیاء را هم قتل کردند که نافرمان بودند و کفر آنها هم مزید شد. و این عصیان و این گناه را برای چه انجام میدادند؟ کانوا یعتدون، اینها تجاوز کردند، تجاوزگر بودند، هر قانون خدا را نقض میکردند. ببین یکی اعتدا هست، نقض از قانون خدا، این سبب شد برای عصیان. وقتی انسان حدود خدا را از مرز و الهی، از قوانین الهی تجاوز کند، خب تجاوز سبب گناه میشه، گناه سبب قتل نبی میشه، قتل نبی سبب کفر به آیات الله میشه. اگر نبی یک آیات را تعلیم میده، استاد را بپوشه تعلیم از چی بگیره؟ تجاوز علت و سبب عصیان، عصیان نافرمانی علت و سبب قتل انبیاء، قتل انبیاء سبب کفر به آیات الله. استاد را بکشه از کجا بلده؟ بین خاطر الله تعالی می فرماید بر اینها ذلت و مسکنت و غضب الهی مهر شده است. تتمه نوع اول، الله سبحانه و تعالی می فرماید وقتی قرآن نازل شد شاگردانی درست کرد نام ایمان، علامت آنها ایمان بود. قبل از قرآن یهودی ها خود را یهودی می گفتن و به یهودیت می نازیدن. قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. یهود و نصارا رقیب یک دیگر بودند، اون زمان اسلام نآمده. یک عده خود را نصارا می گفتند که ما تابع و ناصر دین خداییم. نصارا یعنی نصرت کنندگان دین خداییم. یک عده خود را تابعین می گفتند و خود را به حضرت ابراهیم خلیل الله نسبت می دادند. و همچنین مجوس، قرآن جای دیگره یک عده مجوس بودند، آتش پرست بودند. الله سبحانه و تعالی الان این همه ملل را، مللی که خود را مؤمن میگن، مللی که خود را، ملت‌هایی که خود را یهود میگن، ملت‌هایی که خود را نصارا میگن، ملت‌های خود را صابئین میگن، یا ملت‌هایی که خود را مجوس میگن. قرآن با این ملل دارد حرف میزنه. الله تعالی میگه بنا به نسبت شما خود را یهود بگید، کامیابی در نسبت نیست. خود را مؤمن بگید، کامیابی در این ادعا نیست که ما مسلمانی، ما مؤمنیم. خود را نصارا بگید، در این نام هم، در این نسبت، در این نام
کامیابی نیست. خود را نصارا بگید کامیابی نیست. کامیابی در یک صورت هست که شما ایمان به آیات الهی بیارید یعنی عامل به آیات الهی باشید و اعمال صالح ملاک عزت و مقبولیت دو چیزن، ایمان اعمال صالح. این نسبت ها درد شما را دوا نمی کنن. به خاطری که تو خود را مؤمن گفتی جنت مالتون نه، به خاطری که تو خود را یهود گفتی جنت مالتون نه، تو خود را نصارا گفتی جنت مالتون نه. یهود گفت لا يدخل الجنة الا من كان هودا، نصارا گفت لا يدخل الجنة الا من كان نصارا. صابین ها کذا مجوس اصلا که اعتقاد به جنت و جهنم نداشت. الله تعالی فرمود نجات شما بر دو چیز هست، ایمان اعمال صالح. چه نبی زاده باشد، چه ولی زاده باشد، چه آقا زاده باشد، هر که باشد، این یا غلام زاده باشد، هر کس ایمان و اعمال صالح داشته باشد جنت و رضا مال او. به تحقیق آنهایی که خود را لقب به ایمان میدن، لقب امت محمد صلی الله علیه وسلم، آنهایی که خود را لقب به یهودیت میدن، لقب امت موسی کلیم، آنهایی که خود را ملقب به امت عیسی میکنن نصارا، و آنهایی که خود را ملقب و نسبت به ابراهیم میدن. از این گروه های چهارگانه هر کسی که آمن بالله، ایمان به دستورات الهی داشته باشد، شعبه اول سعادت، و بعد اعمال صالح هم انجام بده در کنار ایمان. بدون عمل نه، ایمان دارد عمل انجام نده ناکام، عمل انجام بده ایمانش درست نباشد ناکام. اونهایی که ایمان دارن و اعمال صالح انجام میدن، الله تعالی میگه فلهم اجرهم عند ربهم، آنها اجر آنها نزد رب. یهود ایمان درست به الله داشته باشند و اعمال صالح انجام بده، نصارا ایمان درست به الله داشته باشند. حالا یکی میگه که خب اونها به یهودیت ایمان داشته باشند نصرانیت هم کامیاب. نه، ایمان به ما انزل الله، اگر تورات بپذیره انجیل نپذیره، انجیل بپذیره قرآن را نپذیره، مردوده. ایمان بالله ایمان به ما انزل الله، به تمام آنچه خدا دستور داده ایمان داشته باشه. باز اینها برای آنها من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالح فلهم اجرهم عند ربهم، اجرانها نزد رب هست. هر که باشه و هر نسبتی بده. دوم لا خوف علیهم، خوفی بر آنها نیست، ولا هم یحزنون، برای دیگران مغموم هم نمیشه، غم زده نمیشه، محزون نمیشه. هر که جنت بره دیگه برای دیگران مغموم نیست. اگر بناشد برای کسی مغموم باشد که بس عشقی نیست، نه خوفی خودشان دارن و نه غمی برای دیگران دارن. این الله تعالی در کسی را به جنتی بره. لقب و نسبت، این یهودی ها خیلی بی نسبت نادیدن، چون یهودی این جنت مال یهودی بلیت کرده بودن، یهودی ها جنت را بره. نصارا آمدن نه جنت مال نصارا ہے، اونها آمدن که گفتن ما مومنیم و جنت مال مومنه. و مومن عمل ایمان درستی به خدا و منزل الله نداشته باشه چطور میره؟ و عمل صالح نداشته باشه، از نسبت هیچ کسی درست نمیشه. خود را به محمد نسبت بدهید صلی الله علیه وسلم، به موسی کلیم علیه السلام نسبت بدهید، به عیسی روح الله خود را نسبت بدهید، به ابراهیم خلیل الله و آری از ایمان و اعمال صالح باشید. این نسبت شما را نجات نمیده. به خاطر نسبت کسی نجات نمیکنه بگر عمل کنه. الله تعالی توفیق عمل عنایت بفرماید. و آخر دعوانا الحمدلله.